ماه نو اومده و قصه های تازه‌ای با خودش آورده. توی این ویدیو داستان احتمالی ماه آینده تو از دل آسمون میخونی. یه سفر فانتزی فقط برای تو و نشونت. به آینه جادویی خوش اومدی. جایی که ستاره ها قصه میگن و تو قهرمان داستان خودتی. هر چیزی که میشنوی الهام گرفته شده از رمز و رازهای آسمونه و پردازش هوش مصنوعی. پس راحت باش، لبخند بزن و بذار سرنوشت کمی سرگرم کننده تر و جادویی تر برات روایت بشه. ماه خرداد 1404 یکی از مهمترین دوره‌های نجومی امساله که با ورود پلوتو به آکواریوس شروع بازتعریف‌های ساختارهای قدرتی و فناوری رو داریم که توی سطح جهانی نشونه‌هایی از دگرگونی بنیادین توی سیاست‌ها، شبکه‌های اطلاعاتی و سیستم‌های حکومتی رو میتونیم ببینیم. از طرف دیگه خورشید توی برج جوزا تروپیکال و توی برج ثور در ودیک قرار داره که ترکیب جالبی از انرژی عقلانی و مادی ایجاد میکنه. عطارد هم به زودی از سایه خودش خارج میشه و روند تصمیم گیری ها برامون شفافتر میشه. به لحاظ ژئوپلیتیکی همزمانی این تغییرات با ترازهای بین مریخ و زحل در حال شکل‌گیری هستن. میتونن منجر به تشدید تنش‌ها توی برخی از مناطق خاص مثل خاورمیانه و شرق اروپا بشن. تصمیم گیری های مرتبط با تحریم ها، امنیت سایبری و کنترل بازارهای دیجیتال از مهمترین موضوعات این ماه خواهند بود. زحل توی هوت نشون میده که بسیاری از دولت‌ها با کارمای جمعی مواجه میشن و این یعنی تصمیماتی که امروز گرفته میشه براشون پیامدهای بلند مدت جهانی داره. در ادامه پیشبینی دقیق برای هر یک از 12 نشان همراه با رویدادهای خاص، مسیر رشد شخصی، موقعیت‌های مالی، روابط و نکات حیاتی ماه خرداد رو براتون میگم. فروردین ماهی ها یا ایریس ها. در خرداد 1404 حضور مریخ توی آکواریوس و تاثیرش روی خونه 11 شما نشون میده که شبکه‌های اجتماعی، گروه‌ها، اهداف بلند مدتتون توی اولویت شما قرار میگیرن. شما توی موقعیتی هستین که میتونین افراد قدرتمند یا همفکرانی رو جذب کنین که مسیر شغلتون رو کاملا دگرگون میکنن. با این حال زوایای تند بین مریخ و اورانوس هشدار میدن که تصمیمات ناگهانی یا پر ریسک به ویژه توی مسائل مالی و شراکت‌ها میتونه پیامدهای غیرقابل پیش بینی داشته باشه. حتما قبل از تصمیم گیری مهم با افراد متخصص مشورت کنید. به لحاظ عاطفی عطارد در موقعیت هماهنگ با نود شمالی به شما فرصت میده تا در مورد آینده‌تون و آینده رابطتون یا فردی از گذشته شفافتر فکر کنید. اگر مجرد هستین خرداد فرصتی برای آشنایی با کسی از یک محیط غیرمنتظر است. شاید یه سفر یا رویداد کاری. روابط عمیق‌تر و معنوی‌تر میشن. اما نیاز دارین که هم استقلال خودتون رو حفظ کنین، هم گوش شنوا برای دیگری باشین. توی سطح جهانی تصمیماتی در مورد فضای مجازی و شبکه‌های ارتباطی گرفته میشه، مثل سانسور یا محدودیت‌های تکنولوژی. به طور مستقیم روی مسیر شغلی و شبکه فعالیت شما تاثیر میذاره. اگر توی زمینه آنلاین، فناوری یا آموزش فعالیت دارین، این ماه میتونه سرنوشت ساز باشه. به الهامات و مسیرهای تازه توجه کنید. آینده‌تون ممکنه از جایی متفاوت با اون چیزی که تصور می‌کردین براتون شروع باشه. اردیبهشت یا تارس. با حضور مشتری در برج شما در ودیک و عبور خورشید در جوزا تروپیکال، ماه خرداد براتون به معنی تمرکز روی خود هست. چه از لحاظ ظاهری، چه مالی و چه احساسی شما الان وارد مرحله از خودشناسی و تثبیت شدین. اما این انرژی ممکنه برای برخی از متولدین این ماه سنگین یا گیج کننده باشه، چون ترکیب ثور و مشتری گاهی باعث تله رضایت بیش از حد یا مقاومت در برابر تغییر میشه. توی این ماه احتمال مواجهه با پیشنهادهای مالی مهم، شراکت‌های کاری یا حتی تصمیم گیری برای مهاجرت یا تغییر شغل وجود داره. اما حضور زحل توی هوت از شما میخواد که احساساتتون رو فیلتر کنید. با چشم‌اندازی واقع‌بینانه به برنامه‌ریزی آینده‌تون نگاه کنید. توی روابط عاطفی کسایی که به دنبال تعهد هستن ممکنه که با جدی شدن ناگهانی یه رابطه مواجه بشن. اما کسایی که هنوز در گذشته موندن باید بالاخره تصمیم بگیرن. رها کردن یا ساختن دوباره. توی سطح جهانی تصمیمات مرتبط با انرژی و منابع طبیعی میتونه قیمت‌ها و بازارهایی که مستقیما روی شما تاثیر میذارن رو دگرگون کنه. اگر توی زمینه‌های مواد غذایی، طلا، املاک
یا کشاورزی فعال هستین، بهتره که برای نوسانات آمادگی داشته باشین. این ماه برای خرید دارایی یا بازسازی خونه هم مناسبه، به شرطی که به صورت سنجیده پیش بریم و مشورت با متخصصین رو دست کم نگیرین. جمنای یا خرداد ماهی ها. این ماه شماست. این یعنی تمرکز کهکشانی روی بیان تصمیم گیری و حرکت. با عبور خورشید و عطارد از جوزا و تاثیر نپتون توی خانه شغلی شما، انرژی شما بالاست، اما گاهی براتون گیج کننده است. خرداد فرصتیه برای پیدا کردن صدای واقعی شما، چه توی گفتگوهای روزمره، چه توی سخنرانی‌ها، آموزش یا انتشار محتوا. اگه پروژه‌ای برای راه‌اندازی پلتفرم شخصی یا برند خودتون دارین، این ماه زمان آغاز اونه. اما باید مراقب خستگی ذهنی یا بیقراریتون باشین. همزمانی این انرژی ها ممکنه که باعث بشه چند پروژه رو همزمان شروع کنین اما هیچ کدوم رو تموم نکنین. از لحاظ عاطفی ممکنه که با شخصی آشنا بشین که آینه ذهن شماست. گفتگوهای روشن و هیجان انگیز خواهید داشت، اما اگر پایه رابطه تنها روی ذهن باشه، توی دراز مدت آسیب پذیر میشین و این زمان مناسبی برای بازسازی اعتماد توی روابط فعلیتون هم هست. به لحاظ جهانی، تحولات توی زمینه آموزش، حمل و نقل و رسانه میتونه تاثیر مستقیمی روی زندگی شما داشته باشه. قوانین جدید یا تغییراتی توی سیستم‌ها و سیاست‌های مهاجرتی ممکنه به نفع شما تموم بشه. به ویژه اگر در فکر رفتن به خارج از کشور یا توسعه مهارت‌های بین‌المللیتون هستین، گوش به زنگ باشین. خرداد ماه ماهی هست که باید شانس‌ها به موقع شکار بشن برای شما. کنسر یا تیر. در خرداد انرژی‌های کیهانی شما رو به درون می‌کشن. خورشید توی خونه 12 شما قرار داره و زحل توی برج حوت. حال و هوای معنوی و تأمل برانگیز ایجاد کردن. شاید احساس کنین که نیاز به خلوت و بازنگری دارید. نه از سر افسردگی، بلکه برای اتصال دوباره با حقیقت درونیتون. این ماه برای شروع پروژه‌های پشت پرده، مراقبه، سفرهای معنوی یا حتی بازگشت به درمان روحی براتون بسیار مناسبه. به لحاظ روابط، شما یا فرد مقابلتون ممکنه که توی مرحله از تردید، فاصله یا تحلیل باشید. اما این فاصله بد نیست. فرصتی برای تعمق بیشتر، روشن کردن مرزهای بینتون هست و اگر منتظر بازگشت کسی از گذشته هستین، این ماه ممکنه که اتفاق بیفته. اما این بار شمایین که باید تصمیم بگیرین که میخواین دوباره بسازین یا نه. توی سطح جهانی ممکنه که تصمیماتی توی حوزه سلامت، امنیت سایبری یا سیاست‌های مهاجرتی اتخاذ بشه که احساس ناامنی و ابهام براتون ایجاد کنه. با این حال برای متولدین تیر ماه که اغلب با موج احساسات حرکت میکنن، این ماه فرصتیه برای بازسازی قدرت درونی با کمترین هیاهو و بیشترین عمقی که وجود داره. لیوها یا مرداد ماهی ها. خورشید سیاره حاکم شما در حال عبور از خونه 11 خونه آرزوها، دوستیها و پروژه های گروهی. خرداد برای شما ماه فرصت های اجتماعی و شغلیه. اگر مدتی است برای گسترش شبکه کاری یا برند شخصیتون تلاش میکنین، این ماه پاداشش رو میگیرین. مشتری نود شمالی شما رو به سمت افقهای جدید سوق میدن، چه مهاجرت، چه آموزش و حتی عشق. از نظر عاطفی، انرژی جوزا باعث میشه که قلبتون دوباره جوون بشه. تأملات زیاد، گفتگوهای پرهیجان و گاهی حس دوگانگی توی تصمیماتون ممکنه رخ بده. اما اگه به جای تعجیل بازی بلند مدت رو انتخاب کنین، میتونین رابطه پایدار و هماهنگ بسازین. احتمال ازدواج یا برنامه‌ریزی برای شما توی این ماه وجود داره. توی عرصه جهانی، تغییرات در حوزه فرهنگی، رسانه‌ای یا آموزش بین‌الملل ممکنه شما رو به تصمیمات بزرگ سوق بده. از اپلای کردن برای بورسیه تا همکاری با برندهای خارجی. زمان اون رسیده که خودتون رو جدی‌تر معرفی کنین، اما با برنامه‌ریزی. ویرگوها یا شهریور ماهی ها. همزمان حضور زحل توی برج حوت و خورشید در بالاترین نقطه چارت شما یعنی خانه 10 نشون دهنده اینه که خرداد برای شما ماه مسئولیت و موفقیته، اما آسون نیست. همه چیز بستگی به این داره که توی 6 ماه گذشته چقدر توی کار، روابط و تصمیماتتون ثابت قدم بودید.
اگر پایه محکمی ساختین، حالا زمان برداشتتون. اگر نه، احتمالاً احساس خستگی و فشار میکنید. توی روابط عاطفی خرداد میتونه نقطه عطفی برای شهریور ماهی‌ها باشه، یا وارد رابطه جدی و عمیق بشین، یا یکی که از روابط نیمه کاره قبلی با شما بوده برای همیشه این درش بسته میشه. اگه توی رابطه سردرگم هستین، این ماه کمک میکنه که بفهمین کجای داستانی. به لحاظ سلامتی هم زحل هشدار میده که وقت رسیدگی به تغذیه، خواب و بدنتون رسیده و از بی‌توجهی به بدنتون باید دست بردارید. توی سطح جهانی تغییرات مربوط به قوانین مالیات کاری تاثیر مستقیم روی موقعیت شغلی شما میذاره. اگر توی نهادهای دولتی، شرکت‌های بین‌المللی یا آموزشی کار میکنین، ممکنه نیاز به سازگاری یا ساختارهای جدید داشته باشین. اما اگه باهوش عمل کنین، خرداد میتونه سکوی پرتاب شما باشه. لیبرا یا مهر ماهی‌ها. خرداد برای متولدین میزان ماهی‌ها پر از تضاد بین میل به ماجراجویی و نیاز به ثباته. خورشید برای شما توی خانه نهم قرار گرفته و انرژی‌های جوزا شما رو به سمت یادگیری، سفر، فلسفه یا حتی تغییر دیدگاه سوق میده. این ماه ممکنه که موقعیتی برای سفر تحصیلی یا مهاجرت به طور جدی براتون مطرح بشه، یا ذهنتون به سمت باورهای تازه‌ای کشیده بشه که دیدتون رو به جهان تغییر میده و جهانبینی شما دگرگون میشه. توی روابط اگر درگیر رابطه دورادور هستین یا طرف مقابلتون به لحاظ فکری با شما فاصله داره، احتمال داره که مسائلی برای گفتگو پیش بیاد. با این حال ماه خرداد فرصتیه برای رابطه‌ای که بر پایه درک متقابل و احترام به تفاوت‌ها بنا میشه. اگه مجرد هستین، آشنایی با کسی از فرهنگ دیگه یا با نگاه متفاوت امکان پذیره. توی سطح جهانی تصمیمات سیاسی یا قضایی ممکنه روی سیستم آموزشی، قوانین مهاجرت، موضوعات بین‌المللی تاثیرگذار باشه. برای متولد میزان این تغییرات میتونه الهام بخش یا گاهی چالش برانگیز باشه. اما در هر صورت انرژی‌های این ماه شما رو به سمت رشد فکری و معنوی سوق میده. عقرب یا آبان ماهی‌ها. خرداد برای متولدین عقرب ماهی عمیق و پر از مفهوم. خورشید توی خونه 8 شماست و خونه دگرگونی امور مالی مشترک و رازهای پنهانه. این ماه ممکنه لازم باشه که با ترس‌هایی که مدت‌ها سرکوبشون کردین روبرو بشین. از اعتماد توی روابط گرفته تا رها کردن منابعی که دیگه سودی ندارن. حتی ممکنه درآمدی از منبع غیر منتظره یا ارثی نصیبتون بشه. به لحاظ عاطفی و احساسی این ماه فوق‌العاده قویه. احساساتتون عمیق‌تر میشه. نیاز به نزدیکی و صداقت توی شما بیشتر میشه. اما همزمان شک و کنترلگری هم ممکنه ظاهر بشه. اگه رابطه‌ای با گذشته‌تون هنوز باقی مونده، این ماه یا اون رو کاملا پاکسازی میکنین یا دوباره شعله‌اش رو روشن میکنین. اما اگر فقط شجاعت بازسازی وجود داشته باشه. توی سطح جهانی بحران‌های اقتصادی، تغییرات توی نرخ بهره، سیاست‌های بانکی مرکزی تأثیرات زیادی روی بازارهای مالی میذارن و به ویژه توی حوزه رمزارزها، بیمه، سرمایه‌گذاری سهام این اتفاقا ممکنه بیفته. و توصیه برای این ماه این هست که به شهودتون اعتماد کنین، تصمیمات مالی رو با بررسی دقیق بگیرید و از کمک متخصصین هم استفاده کنید. کماندار یا آذر ماه. خرداد با تمرکز روی روابط شما آذر ماهی‌ها آغاز میشه. خورشید توی خونه 7 شما قرار داره، خونه مشارکت‌ها، ازدواج و قراردادها. اگه توی رابطه جدی هستین، این ماه میتونه به رسمی شدن یا تعهد بیشتر منجر بشه. اگه مجرد هستین، ممکنه شخصی با قدرت تاثیر بالا توی زندگیتون وارد بشه. انرژی‌های جوزا ذهنتون رو درگیر میکنن، اما زحل توی حوت شما رو مجبور میکنه که عمیق‌تر نگاه کنید. توی زمین شغلی احتمال داره که وارد همکاری مهمی بشین یا قراردادی امضا کنین یا مسیر شغلیتون در آینده مشخص بشه. فقط حواستون باشه که از هیجان زدگی بیجا یا وعده‌های اغراق‌آمیز دوری کنید. از نظر روحی شما دنبال کسی هستین که توی شما تعادل ایجاد کنه، نه صرفاً هیجان. در فضای جهانی هم تغییرات مربوط به سیاست‌های خارجی، تجارت‌های بین‌الملل روی شما تاثیر میذاره.
به ویژه که توی زمینه صادرات، تدریس یا کارهای بین‌المللی فعالیت داشته باشین. این ماه بین رویابینی و واقع‌گرایی معلق خواهیم بود و کلید موفقیتتون انتخاب شریک مناسبه. کپریکورن‌ها یا دی‌ماهی‌ها، متولدین دی ماه توی خرداد باید به ساختارهای زندگیشون نگاه تازه‌ای بندازن. خورشید توی خونه ششم شماست، یعنی اینکه ماهی برای سر و سامون دادن به کارها، سلامتی، عادتهای روزمره است. ممکنه حس کنین بار زیادی روی دوشتون بوده، ولی اگه دقیق برنامه‌ریزی کنین میتونین بهره‌وریتون رو 2 برابر کنین. این ماه برای شروع رژیم، برنامه کاری منظم یا حتی درخواست ترفیعی مناسبه. توی روابط اگر از خودتون غافل شدین، این انرژی شما رو وادار میکنه که دوباره به خودتون برسین. عشق سالم از مراقبت از خود آغاز میشه. ممکنه لازم باشه مرزهایی تعیین کنید که توی گذشته رعایت نکردید. کسایی که با شما هماهنگ نیستن توی این ماه از زندگیتون فاصله میگیرن. و اما در سطح بین‌الملل تغییراتی توی نظام‌های درمانی، قوانین کار یا تنظیمات مالیاتی میتونه رو وضعیت بازار کار تاثیرگذار باشه. و اگر با دولت یا نهادهای رسمی درگیر هستین، خرداد زمان مناسبی برای بستن پرونده ها یا آغاز فرآیندهای جدیده. منطق و انضباط بهترین دوست شما توی این ماه میتونن باشن. آکواریوس یا بهمن ماهی ها، خورشید توی خونه 5 شماست، خونه عشق، خلاقیت، فرزندان و لذت‌های زندگی. انرژی‌های جذاب شما اعتماد به نفس، روحیه بازیگوشی و جرقه‌های عاشقانه میدن. این ماه فرصتیه برای بروز هنر، نوآوری یا حتی شروع یه پروژه شخصی که مدت‌ها ذهنتون رو درگیر کرده. اگر هنرمند هستین یا در فضای دیجیتال فعالیت می‌کنین، این ماه زمان درخشیدن شماست. توی عشق ممکنه که وارد رابطه جدید بشین. پرشور، جذاب، اما با حاله‌ای از غیر قابل پیش بینی بودن. برای والدینی که متولدین بهمن هستن، خرداد ممکنه با خبر یا تصمیمی درباره فرزندشون همراه باشه. و اگر فرزندی ندارین، شاید فکر اون توی ذهنتون جوونه بزنه. در بعد جهانی تحولات توی فضای فناوری، دیجیتال و آینده آموزش آنلاین پررنگ خواهد شد و برای شما متولدین بهمن همواره چند قدم جلوتر فکر می‌کنین، این ماه فرصتیه برای تنظیم مسیر آینده و الهام بخشی به دیگران. پایسیس یا اسفند ماهی ها، خرداد برای شما با انرژی خانه و خانواده همراهه. خورشید توی خونه 4 چارت شما قرار داره و تاکید روی مسائل داخلی، گذشته و امنیت احساسی داره. ممکنه به فکر تغییر خونه، بازسازی فضا یا حتی بازگشت به زادگاه بیافتین. اگه دچار دلتنگی یا نیاز به حمایت هستین، خرداد فرصتیه برای برقراری ارتباط مجدد با ریشه هاتون. در زمینه عاطفی ممکنه مسائل خانوادگی روی روابط شما تاثیر بذاره. لازمه با خودتون و دیگران رو راست باشین. اگر رابطه‌ای عمیق میخواین، باید با ترس‌های پنهانتون مواجه بشین. این ماه میتونه زمان مناسبی برای التیام زخم‌های قدیمی، چه در درون خودتون و چه در رابطتون باشه. در سطح جهانی بحث‌های در مورد میراث فرهنگی، حقوق زنان یا بازسازی جوامع ممکنه مطرح بشه. شما به طور غریزی این جریان‌ها رو احساس می‌کنین و خرداد شما رو دعوت می‌کنه به بازنگری، نه برای بازگشت بلکه برای بازسازی بهتر.